5 برداشت اشتباه دنیا درباره افغانستان. سلام دوستان، به انکسیم تاکیز خوش آمدید. وقتی نام افغانستان را در رسانه‌های خارجی میشنویم، مردم دنیا فوراً به مشکلات، ناامنی و جنگ فکر میکنند. ولی آیا افغانستان واقعیت همین است؟ در این ویدیو میخواهیم چند باور رایج اشتباه را درباره افغانستان بررسی کنیم. چیزهایی که بسیار از مردم جهان باور دارند، اما واقعیت افغانستان بسیار فراتر و گسترده تر از آن است. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. برداشت اشتباه اول: افغانستان هیچ تاریخ و تمدن ندارد. بسیاری از مردم فکر میکنند که افغانستان کشوری است که فقط در چند دهه گذشته شناخته شده است. اما واقعیت این است که افغانستان یکی از مهمترین چهارراه‌های تمدن جهانی بوده است. شهرهای مانند بلخ، هرات، بامیان و کابل در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار داشتند و قرنها محل تبادل فرهنگ، علم و تجارت میان شرق و غرب بودند. یونسکو نیز افغانستان را دارای میراث فرهنگی بسیار غنی و هزاران محوطه باستانی معرفی کرده است. برداشت اشتباه دوم: افغانستان فقط بیابان و کوههای خشک است. بسیاری از مردمی که تا حال افغانستان را از نزدیک ندیدند به این باورند که افغانستان خشک، بیاب و بی‌علف است. اما افغانستان دارای دره‌های سرسبز، چشمه‌های طبیعی، دریاچه‌های زیبا و مناظر فوق‌العاده است. مناطق مانند بامیان، بند امیر، نورستان، پنجشیر، بدخشان و وردک از زیباترین مناظر طبیعی منطقه برخوردار هستند. برداشت اشتباه سوم: افغانستان فقط یک فرهنگ و یک قوم دارد. یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که همه مردم افغانستان را یکسان فکر می‌کنند، در حالی که افغانستان از اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون تشکیل شده است. این تنوع فرهنگی بخشی از هویت افغانستان را تشکیل داده است و باعث شده فرهنگ کشور بسیار غنی و رنگارنگ باشد. یونسکو نیز بارها بر تنوع فرهنگی افغانستان تاکید کرده است. برداشت اشتباه چهارم: افغانستان فقط با جنگ شناخته می‌شود. درست است که کشور ما دهه‌ها جنگ را تجربه کرده است، ولی قصه افغانستان فقط جنگ نیست. در کنار تمام مشکلات، میلیون‌ها افغان هر روز زندگی می‌کنند، درس می‌خوانند، کار می‌کنند، تجارت می‌کنند و برای آینده بهتر تلاش می‌کنند. بسیاری از مردم دنیا زندگی روزمره افغان‌ها، فرهنگ افغان‌ها و مهمان نوازی افغان‌ها را کمتر دیده است. برداشت اشتباه پنجم: این که افغانستان هیچ میراث فرهنگی مهم ندارد. برخی افراد نمی‌دانند که افغانستان دارای آثار تاریخی مشهور جهانی است. دره بامیان، منار جام، شهر تاریخی هرات و صدها اثر باستانی دیگر نشان می‌دهند که این سرزمین هزاران سال مرکز فرهنگ و تمدن جهانی بوده است. سازمان یونسکو چندین اثر تاریخی افغانستان را در فهرست میراث فرهنگی جهانی قرار داده است. افغانستان کشوری است که متاسفانه بسیار از مردم جهان آن را فقط از دریچه اخبار میشناسند. اما افغانستان فقط جنگ نیست، فقط کوههای خشک هم نیست، فقط یک فرهنگ یا یک داستان هم نیست. افغانستان سرزمین تاریخ، فرهنگ، طبیعت زیبا و مردم مهمان نواز است. اگر فکر میکنید که دنیا درباره افغانستان برداشت‌های اشتباه دیگری دارد، لطفاً در بخش کامنت ها با ما شریک سازید. و اگر از این ویدیو خوشتان آمد، لایک کنید، چینل انکسیم تاکیز را دنبال کنید و منتظر ویدیوهای جدید ما باشید.